سلام، خوش اومدید به 34مین فلش بک. من امیر کنی هستم و این اولین قسمت از معرفی چند تا از بهترین فیلم‌های روانشناسان است. فیلم‌هایی که البته شخصیت محوری اونها خانم‌ها هستند. به رسم همیشگی 10 تا از بهترین این فیلم‌ها توی بخش اصلی بهتون معرفی میشه و در بخش پایانی این قسمت، یعنی بخش پاپکورن و پفک، 10 تا فیلم دیگه رو بهتون معرفی می‌کنم که اتفاقا این 10 تا فیلم باقی مونده هم واقعا فیلم‌های دیدنی هستن که بهشون میرسیم. بریم سراغ معرفی فیلم‌ها. ماده. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. الیزابت یک ستاره سابق رو به افول هالیوود که در 50مین سالگرد تولدش متوجه میشه که قرار از برنامه ورزشی تلویزیونیش هم کنار گذاشته بشه، پیشنهاد یک پرستار رو که به صورت تصادفی بهش برخورده مبنی بر استفاده از یک ماده معجزه آسا برای به دست آوردن جوانی از دست رفتش رو قبول میکنه. اما مشکل این پیشنهاد و در واقع اثر این دارو اینه که جوانی بازیافتش نه در وجود و بدن خودش بلکه در یک بدن همسانسازی شده که همزاد اونه شکل میگیره که از جسم خود سابقش هم تغذیه میکنه. فیلم با این داستان خیالی مسئله پذیرش خود و پذیرش ظاهر و بدن خودمون و مسئله بحران میانسالی رو بررسی میکنه. کارگردان فیلم خانم کورالی فارژه هستش و 220 دقیقه زمان فیلم. بادی هارر ژانر همخانوادگی فیلم محسوب میشه. توی محیط خانوادگی بهتر فیلم رو نبینید. فیلم واقعا فیلم خوبیه، به شخص فیلم رو میپسندم، علیرغم اینکه نقدای منفی هم کم ندیدم این ور اون ور راجبش، ولی در نهایت به نظر من واقعا فیلم قابل قبولیه، به خصوص در بخش محتوایی و عامه پسندها و البته فیلمبازهای حرفه‌ای به نظر من مخاطب این فیلم خواهند بود. دختر دوست داشتنی من. We need to set some rules that you and I both agree on. Did you order this? Starting with I tell you what to do and you do it. زندگی رومی مدیرعامل یک شرکت موفق کوچیک و البته صاحب یک خانواده خوشبخت 4 نفره با ورود ساموئل یک کارآموز جوان زیر و رو میشه، به این صورت که با ساموئل که خیلی از اون کوچیک‌تره و حتی میتونه جای پسر اون محسوب بشه وارد رابطه خارج از ازدواجش میشه. اما این رابطه چیزی بیشتر از یک رابطه جنسی دلچسبه که از طرف همسرش هیچ وقت بهش نرسیده، بلکه رومی و ساموئل تقریبا همزمان متوجه این موضوع میشن که رابطه اونها یک رابطه سلطه‌گری جنسی و برده و اربابی و BDSMیه و رومی خودش هم تا حالا متوجه این میل باطنیش به اطاعت پذیریش در رابطه جنسیش نشده بوده. هالینا رژین کارگردان فیلم 1 ساعت و 55 دقیقه، تقریبا 2 ساعت زمان فیلم. تریلر اروتیک ژانر هم خانواده فیلم محسوب میشه. توی محیط خانوادگی نمیتونید فیلم رو ببینید. فیلم متوسطیه، میتونید فیلم خوبی هم محسوب بشه ولی من روی گزینه متوسط و معمولی میمونم. فیلم عامه پسندیه و البته سخت پسندای فیلم باز هم میتونن حتما از دیدن این فیلم لذت ببرن. آنورا. Просто хотел тебе предложить. Ты хочешь быть эксклюзивно со мной? 15. Cash up front. Deal. آنورا یا به اختصار آنی، دختر تنفروش جوانی که توی یک استریپ بار کار میکنه، به خاطر تبار ازبکیش و آشناییش به زبان روسی از طریق رئیسش با یک مشتری روس که یک پسر جوان اولیگارشه آشنا میشه و رابطه کوتاه اونا که بیرون از کلاب ادامه پیدا میکنه طی فقط چند روز به یک ازدواج هیجانی و از دید آنی رویایی ختم میشه که به همون سرعت هم البته دچار دستانداز و تلاطم میشه، چرا که مادر و پدر روس پسرک که کاملا به روحیه دمدمی مزاج و بچگانه پسرشون آگاهن با توپ پر برای برهم زدن رابطه اونها به آمریکا میان. شان بیکر کارگردان فیلم 220 دقیقه زمان فیلم. کمدی و رمانتیک ژانر هم خانواده فیلم محسوب میشن که البته ژانر کمدیش میچربه به ژانر
رمانتیکش و توی محیط خانوادگی نمیتونید فیلم رو ببینید. فیلم معمولی میتونه فیلم خوبی هم محسوب بشه. واقعا مناقشه سر خوب یا ضعیف بودن این فیلم زیاده به خاطر جایزه پرارزشی هم که این فیلم گرفت. قضاوت در نهایت با خودتون. به شخص فیلم متوسطی میبینمش و در نهایت مخاطب فیلم به نظرم عامه پسندها هستن و البته سخت پسندهای فیلم باز هم حتما مخاطب این فیلم خواهند بود. از خودم بیزارم. Thomas? Hva skjer? Ja, det er dette som er her nå. De holder på å fotografere meg. Der har du den. Skulle du ikke til å hente meg? Hos lege, eller? Ja, men- Lexol, hva er det? Ja, det er litt sjokkerende, dette her. سینگه دختر جوونیه که با دوست پسرش توماس زندگی میکنه و به شهرت و موفقیت نسبی اون به عنوان یک آرتیست که یه سری لوازم دکوری رو سرهم بندی میکنه حسادت میکنه و البته از کمبود توجه توماس هم رنج میبره. سینگه برای برطرف کردن نیاز بیمارگونش به توجه شروع میکنه به مصرف قرصایی که پوست صورت و بدنش رو زخم میکنه و با این کار میتونه توجه توماس رو بخره، ولی با ارضا نشدن کافی و مصرف بیش از اندازه قرص‌ها برای شدت دادن و وخامت وضعیت ظاهری و سلامتی جسمیش نه تنها توجه توماس رو بیشتر متوجه خودش میکنه بلکه توجه مجله‌های مد رو هم به عنوان یک مدل عجیب و غریب و جدید جلب میکنه و همینطور کم کم در ازای دریافت توجه بیشتر سلامت خودش رو هم به خطر میندازه. کریستوفر بورگلی کارگردان فیلم 1 ساعت و 37 دقیقه زمان فیلم کمدی سیاه از ژانرهای هم خانواده فیلم محسوب میشه. توی محیط خانوادگی بهتر فیلم رو نبینید و فیلم خوبیه. به نظر من حتی میتونه فیلم عالی هم محسوب بشه. روی گزینه خوب میمونم و فیلم به نظر من مخاطبش فیلم بازهای حرفه‌ای هستن. بدترین آدم دنیا. Hei, Julie. Jeg ville bare si deg at Aksel Brått har blitt dårligere. Han skulle, som du kanskje vet, inn til ny behandling, men han ble for dårlig. Nå er det snakk om at han kanskje ikke klarer seg gjennom natten. جولی در آستانه 30 سالگی که از تحصیل در رشته‌های پزشکی و بعدش هم روانشناسی حالا به عکاسی تغییر رشته داده، با اکسل وارد رابطه شده که از خودش حدوداً 15 سال بزرگتره، کاریکاتوریست و نقاش کمیک، عاشق کارشه و توی کارش هم نسبتاً شناخته شده است و موفقه و عقاید باز و روشنفکرانه‌ای هم داره. جولی از بودن در کنار اکسل چندان احساس راحتی نمیکنه، به خصوص زمانی که اکسل ابراز علاقه به داشتن بچه هم میکنه و این عدم فهم مشترک باعث میشه که جولی به سمت رابطه با الوین کشیده بشه، پسری که شخصیت عامی و کمهوشی داره، اما این بار توی این رابطه این جولیه که آدم باهوش و ظاهراً روشن فکر رابطه است. یواخیم تریه کارگردان فیلم 2 ساعت و 8 دقیقه زمان فیلم کمدی رمانتیک از ژانرهای هم خانواده فیلم محسوب میشه. توی محیط خانوادگی نمیتونید فیلم رو ببینید و درست مثل فیلم قبل فیلم واقعا فیلم خوبیه که حتی میتونه فیلم عالی هم محسوب بشه. هر دوتای این فیلم ها رو، هم فیلم قبل و هم این فیلم رو که حال و هوای بسیار نزدیک به همی دارن، به خاطر اینکه خب هر دوتاشون فیلم‌های اروپایی هستن که ریتم نسبتا یکسانی هم دارند، بهتون معرفی میکنم حتما اگه فیلم بین حرفه‌ای هستید. من به پایان چیزها فکر میکنم. Excuse me? You don't have to go. I don't have to go where? Forward. What? Did you say something? I don't think so. Weird. فیلم روایت غیرخطی و ذهنی و اول شخص از دختریه که در طول فیلم هم چند بار اسمش تغییر میکنه. دختر جوانی که به همراه دوست پسرش برای ملاقات با والدین پسر در یک شب زمستانی و برفی عازم یک سفر جاده‌ای و یک مهمانی شبانه میشه و در طول سفر و میهمانی ذهن ریزبین، متخیل و مشکوک و بدبینش مدام صحنه‌های عجیبی رو برای اون در واقعیت تفکیک ناپذیر از ذهنیتش خلق میکنه. البته که دوست پسر بی ارزه و نچندان دلچسبش هم که از قبل از سفر هم قصد جدایی از اون رو داشته به تمام این توهمات دامن میزنه، اما در نهایت ذهن فرار و عوالم روحی دختره
که اون رو به سمت این مالی خولیای کمی ترسناک و کمی مضحک هدایت میکنه. کارگردان فیلم چارلی کافمن بزرگ و دوست داشتنیه و 2 ساعت و 15 دقیقه حدوداً زمان فیلم. ژانرهای هم خانواده فیلم تریلر و سورئالیسم سینماییه. توی محیط خانوادگی با نوجوانای بالای 14-15 سال بهتره که فیلم دیده بشه و فیلم حتما فیلم خوبیه، حتی میتونه فیلم عالی هم محسوب بشه برای طرفدارای چارلی کافمن. به شخص روی گزینه‌های خوب میمونن، فیلمایی بهتر از این داره چارلی کافمن و فیلم به نظر من مخاطبش فقط فیلم بازهای حرفه‌ای هستن. شیطان نئونی. I see 20 or 30 girls come in here every day, mostly from small towns with big dreams. You're going to be great. Beauty isn't everything. It's the only thing. جسی دختر 16 ساله‌ای که برای تست مدلینگ به لس آنجلس اومده به خاطر زیباییش از طرف مدیران و عکاسا و کارگردانای هنری مورد توجه قرار میگیره و به سرعت تبدیل میشه به سوژه مورد توجه اونها و البته این زیبایی و توجهی که معطوف به اون میشه دشمنان جدی زیادی را هم براش بین همکارای مدل دیگش به وجود میاره. در واقع زیبایی توی این دنیایی که جسی توش پا گذاشته هم حکم یک ثروت گرانبها و هم حکم یک نیروی ویران کننده و نابودگر رو داره. نیکولاس ویندینگ رف کارگردان فیلم و 2 ساعت زمان تقریبی فیلم ترسناک ژانر هم خانواده فیلم محسوب میشه تا حدودی و توی محیط خانوادگی بهتر فیلم دیده نشه و فیلم متوسطیه، هرچند که فیلم شیک و خوش آب و رنگیه و در نهایت عامه پسندها و فیلم بازی حرفه‌ای فکر میکنم حداقل یک بار فیلم رو بتونن با خیال راحت ببینن. معلم پیانو. اریکا یک معلم پیانو، زنی مجرد در آخرین سالهای دهه سوم زندگیش که با مادر سلطه‌جوش زندگی میکنه، به خاطر سرکوب نیازهای جنسیش و تنهایی مداومش دچار انحرافات خودآزارانه و دیگرآزارانه شده و حالا با این وضعیت نابسامان روحیش علاقمند به برقراری ارتباط با والتر، یک مهندس جوان علاقمند به موسیقی شده که خب طبیعتاً بروز عقده‌های روانی اریکا و وضعیت خود ویرانگر و در عین حال تخییرگرش قرار ارتباط اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. میشائیل هانکه کارگردان فیلم 2 ساعت و 10 دقیقه زمان فیلم، اروتیک سیاه یا عاشقانه سیاه ژانر هم خانواده فیلم محسوب میشه و توی محیط خانوادگی نمیتونید فیلم رو ببینید. فیلم حتما فیلم خوبیه و حتی میتونه فیلم عالی محسوب بشه و مخاطب فیلم عامه پسندها هم هستند، حتما به همراه دنبال کننده های جدی هنر سینما. زنی تحت تاثیر. Up above it, my children in my house. Listen. Mabel, what's troubling you? What trouble? Well, you said you were upset. میبل زن ساده‌ای خانه‌داری در یک خانواده متوسط امریکایی و صاحب 3 بچه به خاطر رفتار هیجانی و واکنش‌های سریع و احساسی نسبت به مسائل روزمره مدام از طرف شوهر و اطرافیانش زنی دمدمی مزاج خطاب قرار میگیره و قضاوت میشه که حتی به اندازه یک بچه هم توانایی رعایت آداب همنشینی و آداب اجتماعی رو نداره. ولی ما باید به میبل و به داستان فیلم در واقع کمی فرصت بدیم برای واکاوی هوشمندانه شخصیت میبل که متوجه بشیم دلایل رفتارهای نابهنجار میبل ریشه در جاهای دیگه‌ای بجز شخصیت اون داره. جن کاساویتس بزرگ کارگردان فیلم و 2 ساعت و 26 دقیقه زمان فیلم، ژانر هم خانوادگی نداره. توی محیط خانوادگی بهتره فیلم رو نبینید. فیلم به شخصه به نظر من فیلم عالی محسوب میشه. حتما توصیهش میکنم به دنبال کننده های جدی سینما و حتی مخاطبای خاصی که به مسائل روانشناسی به طور جدی توجه دارن. ناگهان تابستان گذشته. Please shut up. Let me handle this situation, will you? I want to handle this thing. And he started up
steep street with a hand stuck in his jacket where I knew he was having a pain from his palpitations, but he walked faster and faster in panic. کاترین زن جوونی که به خاطر اتفاقاتی که طی سفرش در سال گذشته به اروپا به همراه پسرعموش سباستیان از سر گذرونده، دچار تروما و اختلالات عاطفی و شناختی شده. اتفاقاتی که طی اون سفر منجر به مرگ سباستیان شده. از طرف دیگه ویولت مادر سباستیان هم در عناد و دشمنی با کاترین با وعده کمک مالی به یک بیمارستان از یک پزشک درخواست داره که برای درمان کاترین عمل لوبوتومی رو روی اون انجام بدن. عملی که امروز منسوخ، غیر علمی و غیر اخلاقی شناخته میشه و طی پروسه خطرناک برداشت از لب پیشانی و آسیب رسوندن به مغز بیمار دچار بی‌حسی و بی‌تفاوتی میشه. اما پزشک مربوطه علیرغم اصرار همیشگی ویولت برای انجام این عمل با چند جلسه صحبت با کاترین و گوش دادن به اون کم کم متوجه میشه که چیزهایی بجز دلایل موهوم ویولت برای روان رنجور نشون دادن کاترین وجود داره. جوزف منکیویچ کارگردان فیلمه و این فیلم اقتباسیه از نمایشنامه‌ای به همین نام از تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویس بزرگ تئاتر و 1 ساعت و 54 دقیقه زمان فیلمه. از ژانرهای همخانوادگی فیلم میشه به میستری یا فیلم‌های رازآلود اشاره کرد و بهتره که توی محیط خانواده با نوجوانای بالای 13-14 سال دیده بشه این فیلم. و فیلم واقعا فیلم خوبیه به عنوان یک فیلم کلاسیک توی این ژانر فیلم‌های روانشناسانه و البته مخاطب فیلم به نظر من صرفاً دنبال کننده‌های جدی هنر سینما هستن. و در نهایت میرسیم به بخش پایانی، بخش پاپکورن و پافک، که من توی این قسمت 10 تا فیلم دیگه رو بهتون معرفی میکنم که قالب این فیلم ها هم به نظر من فیلم های خوب و قابل توجهی هستن. اولین اونها هست فرار، محصول سال 2024 که چند سال زندگی یک دختر جوان معتاد به الکل رو نشون میده که هم درگیر مشکلات خانوادگی و هم درگیر مشکلاتش برای ترک اعتیادش. کمی طولانی فیلم ولی در نهایت فیلم رو میتونم بهتون توصیه بکنم، فیلم دوست داشتنی. فیلم بعدی ولگردها، محصول سال 2023، تریلر متوسطیه که ظاهراً داستان یک گروگانگیری و یک کشمکش خانوادگی رو نشون میده ولی در نهایت آموزه های جالبی رو راجع به شخصیت اصلی فیلم به ما نشون میده یا یاد میده. توصیهش میتونم بکنم در نهایت برای یک بار دیدن. دختر گم شده، محصول سال 2021، قصه بحران شخصیت اول فیلم با خودش و با گذشتش به عنوان یک مادر جوون در حال تحصیل که وجود بچه‌هاش اونو از پیشرفت کاریش محروم میکردن و حالا که توی 5مین دهه زندگیش داره مرور میکنه اون خاطرات جوونیش رو، همچنان با اونها دست به گریبانه. در نهایت با احتساب زمان کمی طولانی فیلم میتونم فیلم رو پیشنهاد بکنم، البته که صرفاً به دنبال کننده های جدی هنر سینما. فیلم بعدی دوربین، محصول سال 2018 که راجع به زندگی یک مدل اینترنتی و دختری که آنلاین از طریق نمایش‌های جلوی دوربین پول در میاره و به هر دری میزنه که ویو بالاتری بگیره هستش و فیلم رو میتونم واقعا بهتون معرفی بکنم. فیلم جالبیه، هم فیلم سرگرم کننده ایه و هم به نظر من در نهایت میتونه آموزه هایی رو برای ما داشته باشه. فیلم بعدی Dangerous Method، یک روش خطرناک، محصول سال 2011، فیلمی که داستان گفتار درمانی های یونگ و بیمارش زابینه رو به ما نشون میده که به خاطر گذشته بغرنجش در حال حاضر اختلالات شدید روانی داره و یکی از ساختهای دیوید کروننبرگ توی پرانتز. در نهایت فیلم متوسطی حداقل برای یک بار دیدن میشه پیشنهادش داد. فیلم بعدی قوی سیاه، محصول سال 2010، فیلم شناخته شده دارون آرونوفسکی که داستان کشمکش یک رقصنده باله نینا هستش که برای به دست آوردن نقش اصلی در اجرای باله معروف دریاچه قوی چایکوفسکی در حال استحاله درونیه و تغییر شخصیت دادنه. فیلم در نهایت به نظر من فیلم متوسطیه، یک بار میشه فیلم رو دید حداقل برای کسایی که این فیلم رو هنوز ندیدن. و فیلم بعدی مرسیه برای یک رؤیا، فیلم دیگه ای از دارون آرونوفسکی، محصول سال 2000 که البته خیلی هم به معرفی احتیاجی نداره و شخصیت این فیلم هم همونطور که میدونید
دست به گریبان اعتیاد هستند. شخصیت محوری نداره فیلم و همه شخصیت فیلم هم البته خانوم نیستن، ولی 2 تا از 3 تا شخصیت اصلی فیلم خانوم هستن. به همین خاطر توی این مجموعه فیلم‌های روانشناسانه زنانه گنجوندمش. حتما فیلم خوبیه از فیلم قبلی که قوی سیاه بود، حتما فیلم بهتریه و دیدنش رو بهتون توصیه میکنم اگه این فیلم رو ندیدید. و فیلم بعدی پیانو محصول سال 1993 داستان مهاجرت و زندگی آدا با دختر کوچیکشه و ازدواج آدا با یک مرد میان ساله که تا به حال اون رو ندیده توی یک جزیره دور افتاده. فیلم تحسین شده ایه از جین کمپیون و حتما دیدنش رو توصیه میکنم. به راحتی میتونست توی بخش اصلی قرار بگیره. این فیلم بسیار فیلم لطیفیه. و فیلم بعدی شب افتتاحیه محصول سال 1977 ساخته دیگه ای از جان کاساویتس بزرگ در مورد بازیگری این فیلم که به خاطر اجرای نقشش که یک زن میان ساله در کشمکش‌های درونی به سر میبره این زن، چون خودش هم در واقع شباهت‌هایی میبینه بین شخصیت واقعی خودش و نقشی که میخواد به عهده بگیره. حتما فیلم دیدنیه و حتما پیشنهادش میدم، البته به دنبال کننده های جدی هنر سینما. و در نهایت شب‌های کابیریا ساخته فلینی بزرگ و شهیر که البته فیلم بسیار شناخته شده ای هم هست و داستان کابیریا فاحشه‌ایه که در شهر روم ظاهراً سرخوشانه و در باطن غم‌انگیز زندگیش رو به طور سمبولیک جلوی دوربین فلینی میبره. فیلم قابل قبول و دیدنی حتما به عنوان آخرین کلاسیکی که توی این لیست بهتون معرفی میکنم. و دوستان عزیزان، این بود اولین قسمت از معرفی بهترین فیلم‌های روانشناسانه با محوریت شخصیت اول زن در این فیلم‌ها که یک قسمت دیگه از این مجموعه 2 قسمتی باقی مونده و البته ما 2 قسمت هم داریم از فیلم‌های روانشناسانه با محوریت شخصیت‌های مرد که در قسمت بعدی در واقع اولین قسمت این فیلم‌های روانشناسانه مردانه رو قراره بهتون معرفی بکنم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت و شاد و برقرار باشید. تا فلشبک بعدی، بدرود.